سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید خانم. میبخشید آقای دکتر، محبت کنین اگر براتون امکان داره، وقت بهتون اجازه میده، راجع به رابطه قبل از ازدواج بین زن و مرد. اینکه یک بار من توی فرمایش‌های شما گوش کردم که گفته بودین که سکس مسیر عشق رو عوض میکنه، اون رو یه مقدار توضیح بدین. اگر براتون امکان داره من تلفن رو قطع میکنم و از طریق تلویزیون بشم. خواهش میکنم. مرسی. عرض کنم که ما در دنیایی هستیم که امروز میدونیم زن و مرد به سمت هم کشیده و کشانده میشن و قرار است از کودکی با هم بزرگ بشن تا بتونن انسان رو، حتی خودشون رو بشناسن، چون باید ما همدیگر رو در آینه وجود همدیگه پیدا کنیم و کنار هم پیدا کنیم تا بتونیم یه شناخت نسبتاً درست تکمیل یا کاملی داشته باشیم. فرض بر این است که دو تا فرد وقتی به سنی میرسن که آمادگی ازدواج پیدا میکنن و همدیگر رو به هر گونه‌ای که ممکنه پیدا میکنن، به هم و به یکدیگر فرصت بدن که همدیگر رو بشناسن و این شناخت به مرحله‌ای برسه که در اونها یه احساس و هیجان ویژه‌ای به وجود بیاره که استثنایی و منحصر به فرده که نامش عشق هست. و روزی که به این مرحله رسیدن که یه پروسه حداقل 6 ماه تا 1 ساله هست، برای ازدواج تصمیم میگیرن و در نتیجه این عشق رو با ازدواج به ثمر میرسونن و تشکیل خانواده رو میدن و با هم زندگی. روزی که پسر و دختری به هم میرسند، آنچه که نامش حالی است که به نام عشق میشناسیم، گرچه ریشه و پایش اصلا میل و تمایل جنسیه و به همین جهت من عشق رو فقط رابطه زن و مرد میدونم و هیچ جای دیگه نمیدونم، نام دیگری باید برای اونها گذاشت. اما نکته مهم این است که عشق یه پروسس، یه فراینده، یه فراشده، یه دورانی است که باید به درستی طی بشه تا بتونه به سلامت به آخر برسه. اشکال کار رابطه جنسی اینه که وقتی که قبل از رسیدن به اون مرحله خودشو نشون بده، همطور که شما اشاره کردید، رشد عشق رو متوقف میکنه یا مسیر عشق رو منحرف میکنه. زیرا در بیشتر افراد به دلیل اهمیت این موضوع یا موضوعها و مسائلی که در کنار او و در جانب اون دارن، به یکباره تأکید و توجه اصلی و اساسی متوجه رابطه جنسی میشه و در نتیجه اونها رو درست مانند کسانی که به هدف و نتیجه رسیدن از اینکه راه رو برن دور میداره. درست مثل اینکه کسی به غلط و اشتباه مدرک دانشگاهی رو به شما بده در حالی که هنوز 1 سال از درستون باقی مونده. بنابراین اگر شما مدرک رو بگیرید، در حقیقت درسته که مدرک دارید ولی درس رو نخوندید. یا یک کودکی است که 9 ماه طول میکشه تا به این دنیا بیاد، 1 ماه 2 ماهه نمیشه اون رو بیرون آورد. و به همین جهت که رابطه جنسی قرار نتیجه و میوه عشق باشه، نه ریشه و سابقه عشق که من و شما با اون درگیر بشیم و گرفتار بشیم. موضوع بسیار روشنه. مسیر عشق از نظر من از مراحل مختلفی میگذره. این مراحل رو امروز میشناسیم. مرحله اول که بسیاری توش مشکل دارن، مرحله اتنشن یا توجه. برخی در دادن و گرفتن توجه دچار اشکال بسیار هستن و بنابراین همونجا گرفتاری شده. علت این که همسری پیدا نمی‌کنن یا کسی اونا رو پیدا نمی‌کنه یا در ارتباطات اولی همه چیز به هم میرزه، برای که موضوع توجه رو که چگونه یه زن و مرد میتونن این ارتباط رو و این توجه رو به هم داشته باشن رو به درستی نمیدونن و غالب اوقات با یه مقدار تفکر و تعقل که باید همراه باشه نیست، بلکه با یه مقدار باورها و اعتقادات و احساسات عجیب و غریب همراهی که چون وقت نیست به اون توجه نمی‌کنن، ولی گرفتاری برخی فقط تو همون اتنشن. اما اگر این توجه به جای خودش برسه، مرحله بعدی مسئله اترکشن، یعنی آدما به هم جذب میشن، کشیده و کشانده میشن و این مرحله اترکشن یا جلب و جذب پایه و مایش در آغاز میتونه جسمی و حتی جنسی باشه، به دلیل اینکه 2 نفر قرار از هم خوششون بیاد. 2 تا زمر هستن که اصلا علت این که میخوان با هم باشن و تشکیل خانواده بدن برای اینکه یه احساس خاصی است یا ویژه‌ای است که در اینجا پیدا میکنن.
و به همین جهت است که غالب اوقات این ظاهر و آنچه که هست باید برای هر دوی اونها بسیار مطلوب و خواستنی باشه و این موضوع اترکشن غالباً با چیزهای مانند بو که عامل مهمی هست، نگاه، لبخند، رنگ پوست و صدا همراه میشه و در نتیجه کار جلب و جذب رو ممکن میکنه. اگر کسی در همین مرحله به این نتیجه برسه که اونقدرها خبری نیست، معلومه باید بره دنبال کارش و هرگز هم نباید بگن بعداً علاقه میاد یا بعداً این کشش پیدا میشه. نه، این کشش باید باشه، احتمال اینکه کم بشه است و در اینجاست که ظاهر اهمیت داره. این موضوع بسیار مهمه که چون بالاخره این دو بدنن که با هم در ارتباطن، این دو چشمن که همدیگر رو میبینن، اینا بیشتر اوقاتشون رو حداقل با هم و کنار هم هستن. زیبایی ممکنه کمی عادی بشه که عیبی هم نداره، اما زشتی یا عدم قبول دیگری هیچ وقت عادی نمیشه و میشه مسئله با مشکل. بنابراین فریب این بازی رو هم نباید خورد. صورت در آغاز شرط اوله، سیرت بعداً میاد. معلومه که اگر سیرت بد باشه همه چی خراب میشه، اما صورت ضرورت داره برای انسانی که عادی است، برای انسانی که زیبا خواه است و زیبا پسند. برای مرحله دوم مرحله جلب و جذب. مرحله سوم مرحله اتچمنت، یعنی آدما یه جوری به هم وصل میشن یا نزدیک میشن. این مرحله است که فرصتی میده که این آدما بیشتر بتونن با آنچه که هستند خودشون رو ارائه بدن و یا دیگری رو ببینن و فرصتی پیدا میشه تا اینکه بسیاری از موانع برداشته بشه. درست مانند کسی رو که شما راه میدید به منزلتون و حالا کنار شما نشسته و حرف میزنه و صحبت میکنه و شما با او آشنا میشید. بنابراین این مرحله اتچمنت است که بالاخره آدما یه جوری یه گونه‌ای به هم چسبیده میشن در حدی که ضرورت داره. و بالاخره مرحله چهارمش هست که اگر این مرحله به سمت هم کشیده شدن جالب باشه، وارد مرحله چهارم میشه که به عنوان مرحله اکسپنشن یا کانکشن، که مرحله یه نوع وصل شدن، مخلوط شدن، ترکیب شدن است، تحقق پیدا میکنه بس به اینکه در چه جامعه‌ای و در چه شرایطی هستی. در اینجاست که در حقیقت افراد دیوارها رو میریزند و ازش پل میسازن. در اینجاست که آدم‌ها جرأت و فرصت اینو پیدا میکنن که عریان بشن، آنگونه که هستن خودشون رو به دیگری نشون بدن، عیب و ایراداشون و عیب و ایرادای خانوادگی رو و گذشتهشون رو در حدی که البته به دیگری مربوط است و گفتنش درسته ازش باخبر میشن و بنابراین حالا دو نفری میشن که امکان اینو پیدا میکنن که بتونن دست همدیگه رو بگیرن و به عنوان یه وجود و یا یه موجود حرکت بکنن. اما انسان اصولاً وقتی که به این مرحله میرسه که به دلیل کشیده شدن به دلایل زن و مردی اینگونه به هم وصل میشه و اینگونه همه دیوارهایی رو که به دور خودش کشیده بود که خودشو محافظت کنه خراب میکنه و یا تبدیل به پل میکنه و به دیگری نزدیک میشه، معمولاً وحشتی او رو میگیره. و به همین جهت است که در روابط سالم و درست غالباً موضوعها و مسائل پیدا میشه که اینها رابطه رو قطع میکنه، یعنی اون بریک اپ و به هم زدن هست که بین 2 هفته تا 2 ماه معمولاً طول میکشه و در نتیجه از نظر کلی به نظر میرسه که یه عشق سالم به جایی میرسه که باید خودش رو به نوعی دوباره سازی کنه و از بیرون به خودش نگاه کنه و نگاه مجددی داشته باشه و الا گرفتاری است. حالا همین جای اشاره بکنم که اگر در این مدت رابطه جنسی اتفاق افتاد